یک منبع معتمد پایگاه خبری بامداد خبر داد که کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان روز 21 ینور یک کارمند اگنتی نظارت سوهای معارف و علم تاجیکستان یک نهاد دولتی وابسته به پرزیدنت این کشور را با اتهام گرفتن 16000 دلار از یک کار افتاده دستگیر کردند. به گفته این منبع دیو زاده نویه دنغره فرزند سیو یک مقام درگذشته بلندپایه وزارت کارهای داخله هنگام گرفتن پاره به مبلغ 16000 دلار از شهروند سه با دلیل شیعی به دست افتاده است و این مبلغ را همچون دلیل شیعی مصادره کردند. همصحبت بامداد گفت که بازداشت شده به شهروند سه وعده داده است که او را در عوض 16000 دلار یک باره از سال دوم در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان داخل میکند. در پاسخ به این سوال که آیا در واقع سخن درباره قبول کردن به مکتب عالی یک باره از سال دوم می رود، منبع بامداد گفت بله، در حقیقت این انتقال از دیگر مکتب عالی به دانشگاه طبی یعنی پریوود نبود، بلکه شهروند سه بعد پرداخت 16000 دلار یک باره دانشجوی سال دوم این دانشگاه می شد. پریوود 16000 دلار نمی شود، خیلی ارزانتر است نرخش، گفت او. با گفته این منبع یک شریک دیو که او هم منصبدار دولتی است در چارچوب این پرونده دستگیر شده است، ولی به خاطر خلل نرسانیدن به جریان تفتیشات اسم او نشر نمی شود. تفصیلات از این بیشتر پرونده در حال حاضر دسترس نیست. به ضد کارمند می توان گفت همکنون سابق اگنتی وزارت سوهای معارف و علم بر اساس قسم 4 ماده 247 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام قلابی پرونده گشودند. در حال حاضر دیو به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی شرطی قرار دارد و هر دفعه باید با طلب تفتیشات برای بازپرسی و دیگر حرکت‌های تفتیشاتی حاضر شود، خبر داد منبع بامداد. منبع بامداد همچنین خبر داد که قبلا هم به ضد امین نفر بر اساس قسم‌های 2 و 3 ماده 247 پرونده‌های جنایتی گشوده بودند، ولی هر دفعه او با سوء استفاده همسابق دانشگاهی رئیس اگنتی مبارزه با کروپسیا سلیمان سلطانزاده بودنش از جوابگری خلاص خورده بود. طوری به نظر می رسد از نام وی سوء استفاده کردن همسابقش بدل سلطانزاده هم زده است که تا حال یگان کس برای حل و ول کردن این پرونده در بین ندرآمده است. اگنتی نظارت سوهای معارف و علم تاجیکستان هنوز این خبر را تصدیق یا رد نکرده است. نظام معارف تاجیکستان یکی از ساحه‌های فساد زده در این کشور به شمار می رود. در نیمه اول سال 2021 در مؤسسه‌های مربوط به وزارت معارف و علم 79 حالت جنایت‌های کروپسیونی ثبت شده بود. بنا به حساب‌ها مقامات اگنتی مبارزه با کروپسیا وزارت معارف و علم در نیمه اول سال 2021 در پی مقامات حکومت دولتی و بانک‌ها در چمپیونات نهادهای فسادزده‌ترین تاجیکستان در زینه سیوم جای گرفته بود. لازم به ذکر است که یک هدف تأسیس اگنتی نظارت ساحه معارف و علم تاجیکستان همچنین یک نهاد علاوه از وزارت معارف نیز پیشگیری از کروپسیا گفته میشد. راهبری این اگنتی را فعلا شاهین سیدزاده پسر وزیر سابق معارف و علم و رئیس کنونی کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان نورالدین سعید در دست دارد.